میگه تو صف وایساده بود. بعد دیدم یه آقایی داره گریه میکنه. میرفتیم جلوتر. اون موقع این نبود پروازا چک کنن تو با کارت مثلا ملیت یا گذرنامه حتما باید بخونه. میدید بود میگفتیم شرفون خدایی چه گریه میکنه. گفت وسطاش طاقت نیاورد. رفتم بهش گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفتش که ما مادرم فوت کرده تو برلین و دارن دفنش میکنن پرواز نی. میگم ما یه بیزنس بسیار خوب داشتم و دیل اونجا به هم بزنی به هم زدیم. گفتم این کارت پروازه. اون کارت پرواز هم کارت پرواز دیگه گرفته بودم. ها میگفت آره کارت پرواز کارشناسایی چک نمی. ها میگفت داد و ما نگاه کرد و رفت. ما سالها گذشت کار میکردم و بیزنسم نشد تا یک روز یک دوستی اومد گفت آقا بریم جزایر قمری. خب این بنیانگذار اونجا بوده مثل این که گفت یه دونه هتل 300 تخت خوابه رفیقامون پول دادم. ما گفتم شرکتمون میسازه. بعد گفتن 3 سال مجوزش طول میکشه. میگفت ما تو اسپانیا بدون مجوز کلا میزنیم. خب هیچکی کار نمیکنه. این میگفت همه چی آماده بود. یه روز اومدن 2000 تا پلیس دور تا دورشو گرفتن. این میگفت ما اومدم دیدم خیلی بیادبن رئیس پلیسه داره فوش میدن و وقتی فهمیدم ما خارجی هم ما اومدم بهش گفتم فوش نده مانم. گفت تو بیجا که میگفت دهن به دهن فلان اینا منو گرفتم دستبند بردنم توی یه دونه از اتاقا و پاسپورت اینا رو ضبط کردن. گفت 1 رو 20 دقیقه بعد دیدم اومد تو گفت بیرون نگهبانی‌ها رو کرد بیرون. میگم من نگاه کرد. گفت کی فولشو با کرد؟ ته کارت پرواز گفت 15 سال پیش کارت پرواز دادی مادرم دیدم. امشو چون اینجا آمدیم 2000 یورو یای خوبه ما اینا جمع کنم خودم سی مجوز میگیرم و همه کار برات میکنم. میگفت ما از اون روز به این خون تبدیل شدم وگرنه با خاک مساوی بودم. از روز به چی تبدیل شدم؟ میگفت به این غول تبدیل شدم.